لازم نیست تو به کسی بگی حالم بده، امام میدونه. به خدا ما صاحب داشتیم غریبه ها نگید حال بدتون، به هر کی میرسه بگی به برکت علی حالمون خوبه. میرسن سوال میکنه چه خبر، حالت چطور؟ گفت غرق در نعمت ولایتیم الحمدلله. اما تو خلوتت بگو، صاحبش بگو، چرا به غریبه و نامحرم میگی؟ اهل بیت دوست دارم به خودشون میگی. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مرتضی زاهد رو، اساساشو صابونش ریخته بود بیرون، تکیه داده بود رو اصلا همه اساس خونه شده بود یه وانت. این خیالاش هم نبود، زن و بچه‌ش هم مسافرت بودن، همینطور تکیه داده بود این اساسای خونه‌اش نشسته بود همینطوری. حرف مردمه دیگه. حال آدم‌ها بعضی موقع بد، هر کی رد شد یه تیکه بشه. به عاشق مرتضی خونه نمی‌ری بگه سرباز امام زمانی که شاگرد امام صادقی چی، هر کی چیزی گفت یه دفعه بغضم با این نگاه گفتم آقا بشین تو هم ما رو دیگه به تو میشناسم، برای من بد نیست. دیدی که من این خیالم نبود، اومدم دیدم اساسام تو خیابون نشستم کنارش. همین حرفای مردم که ما رو منسوب به تو میدونن، نمیخوام برای تو بد بشه. و تو همین حرف بودم یه وانه اومد گفت عاشق مرتضی تویی؟ گفتم بله آقا. یه نفر بغلش گفت پیاده شیم همینجا. همه اساس منو سوار یه وانت کردن ته بازار عباس‌آباد، یه خونه بزرگتر از اون خونه، بهتر از خونه، تر و تمیزتر از اون خونه، آوردن اساسو بردن چیدن، ته کار اومدن این کلیدو بهم دادن. گفتم عاشق مرتضی ما کارمون رو کردیم خداحافظ. صبر کن کجا داری میری؟ مال کی؟ شما کی هستی؟ گفت ما کاری نداریم. یه آسگیدی به نام آسد. گفت عاشق مرتضی اگه پرسید کی این کارو کرد بگید آسد مهدی. گفت چیز دیگه هم گفت این آسد مهدی. گفت اگر عاشق مرتضی سوال کرد بگید، سوال کرد بگو آسد مهدی گفت شما بی صاحب نیستید. ما حواسمون بهتون هست. اگر یه جایی سختی قراره تو دنیا بکشید، میخوام خودمون یه کاری کنیم رشد کنیم. ما اون رشدتون رو میخوایم، اما حواسمون بهتون هست، حواسمون هست. حرفای زندگیتون رو به نامحرم نگید.